باش مسعود یه تنظیم ویفای واسه ما میزنی؟ ضبط چیه؟ 7150. بشین 71 که خوراک منه. ببین اگه ضبط 7150 سیستم چی داری؟ سیستم رو 6095 دارم با صابون. اول صابو خاموش کنیم، میلنجر رو تنظیم کنیم. این گزینه رو نگاه کن، میچرخونیم میای روی کاستوم 1. گزینه اول میشه صدای ریزت، اینو بذار روی مثبت 4. گزینه بعدی میشه صدای خواننده، اینو بذارش روی مثبت 2. گزینه بعدی میشه صدای بمت، اینو بذار روی 0. این دوتا گزینه رو میبینی، اینا صدای خواننده و بالا پایین تن. میتونی چه کنی منفی 2 چه کنی منفی 3. دو تای آخر مال بیس میلنجر، اینا رو بیار پایین، اینو بذار روی منفی 2، اینم بذار روی منفی 3. برو بچه خون لود تو بذار روی های. ثابت هم هیچی، بیس بذار رو 0 باشه. های پس فیلتر اگه مید رنج داری یا باند داری میخوای بیس نگیره رو سر 25 باشه. اگه باند داری رو 0 یا پایین تر باشه بیس میزنه. بعد میای روی ثابت رو روشن میکنی، گزینه رو میذاری رو ریورس، ثابت هم بذار روی مثبت 4. فرکانس هم بذار رو 100 هرتز و یه دونه اس ال داری که قدرت ضبطی هم بذار رو مثبت، اینم میشه صداش.